اگه داری این پادکست رو می‌بینی به این معنیه که یا می‌خوای یک کسب و کار جدید راه بندازی، یه شغل دوم داشته باشی، یا درآمدت وابسته به زمان نباشه، بر اساس مهارت و تلاشی که می‌کنی درآمد داشته باشی. ولی قبل از اینکه این کار رو استارت بزنی، می‌خوام چند تا نکته و حقایق در مورد این کار بهت بگم که قبل از شروع چشمات باز بشه، ببینی اصلا این کار به دردت می‌خوره یا نه. یکی از سوالایی که خیلی پیش میاد اینه که من با چقدر سرمایه میتونم این کار رو استارت بزنم. ببینید کار اکسسوری سنگ مصنوعی شما با سرمایه‌های مختلف میتونی استارت بزنی، از 1-2 تومن بگیر به مبالغ بالاتر. بستگی داره که هدفت چی باشه. اگه هدف درآمدزایی، مبلغی که شما باید توی شروع برای این کار سرمایه گذاری کنید 20 تا 30 تومنه، با کمتر از اون 1-2 تومن هم میشه استارت زد. منتها بیشتر جنبه یه فعالیت خانگی، یه کار هنری که توی خونه انجام بدید داره، جنبه درآمدزایی نداره. چون که شما برای درآمدزایی باید یه سری ابزار و تجهیزاتی داشته باشی که به یه حداقل کیفیتی توی بازار برسی. چون که بازار اکسسوری سنگ مصنوعی بازار 4 سال پیش نیست که مردم آشنا نباشن با این کارا، به پختگی رسیده و مردم جنس با کیفیت ها از جنس بی کیفیت میتونن تفکیک کنن. پس اگه هدفتون درآمدزایی حداقل 20 تا 30 تومن، شما توی شروع باید روی این کار سرمایه گذاری کنید. اما اگه هدفتون انجام دادن یه کار هنری، یه فعالیت خونگی، اینه که سرگرم بشید توی خونه، شما با 1-2 تومن به راحتی میتونید این کارو شروع کنید. یکی دیگه از سوالایی که میشه اینه که این کارو با چه ابزار و متریالی میشه استارت زد. ببینید با ابزار و متریال مختلفی شما میتونید این کارا استارت بزنید، اما ابزار و متریالی که استفاده میکنید تاثیر مستقیم روی کیفیت و قیمت تموم شده ما داره. هدف ما و یعنی کسی که میخواد درآمدزایی کنه، هدفش باید این باشه که در عین حال که کیفیتش بالاست، قیمت تموم شده رو پایین نگه داره. ولی قبل هر کاری بریم یه بار با هم پروسه تولید رو ببینیم و بعد بخش به بخش با هم بررسیش کنیم. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux façon, chante avec moi, je veux une femme like you. Pour m'emmener au bout du monde, une femme like you. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux un homme like you. Bad boy, tu sais que tu me plais, un homme like you. Hey, hey. اولین بخش که شما توی ویدیو دیدید مربوط به در واقع ترکیب کردن مواد بود که دیدی یه سری مواد یا روی ترازو کشیدن و بعد اینا قراره استفاده بشن. کلاً توی بحث اکسسوری سنگ مصنوعی شما به 2 روش میتونی تولید کنی. یک، یا از پودرای آماده استفاده میکنی که اسمای مختلف دارن، آلفا، بتا، یه سری پودر آماده است، شما آب میدی دستش میشه ملات. یا اینکه شما میتونی از فرمولاسیون استفاده کنی. فرمولاسیون چیه؟ دقیقاً مثل موقعی که شما میخواید کیک بپزید، بعد مقادیر مشخصی از آرد و تخم مرغ و شیر و بیکینگ پودر و اینا رو استفاده کنید، به این فرمولاسیون. توی اکسسوری هم دقیقاً یه همین چیزی است. بعد مقادیر مشخصی از گچ و سیمان و آب و اینا رو با هم قاطی کنید و اینا هم اسمش فرمولاسیون. حالا مزیتشون چیه، تفاوتشون با هم دیگه چیه؟ شاید توی مرحله اول که اینا میبینید با خودتون بگید که آقا خیلی راحت تره مثلا ما یه پودر آماده یا بیام آب بریزیم روش و نهایتاً بریزیم تو قالب و ازش استفاده کنیم. ولی موضوع به همینجا ختم نمیشه. پودر آماده در واقع اولا که هزینه تموم شدهش خیلی بالاست، کیلویی 50-60 تومن الانی که دارم صحبت میکنم. و مورد بعدی اینه که شما کنترلی رو کیفیت ملات خروجیتون ندارید. اما فرمولاسیون تفاوتش توی اینه که اولا هم هزینه تموم شدهش خیلی پایینه. یعنی مثلا شما همین کارا اگر با فرمولاسیون تولیدش کنید شاید مثلا 1000 تومن پا شما بیفته، ولی اگر مثلا با پودر آماده تولیدش کنید 10-11 هزار تومن میفته، 10 برابر میفته. موقعی که شما یه ست تولید میکنید با فرمولاسیون پای شما 5-6 هزار تومن میفته، با پودر آماده 50-60 هزار تومن پای شما میفته و این توی فروش خیلی تاثیر داره. چون یکی از اهداف ما اینه که آقا ما اون قیمت تموم شده رو پایین نگه داریم که نهایتا بتونیم خیلی خوب بفروشیم. ولی خب از هر دوتا میشه استفاده کرد، هم از پودر آماده میشه استفاده کرد، هم از فرمولاسیون میشه استفاده کرد. اونی که مغروم به صرفه تر فرمولاسیونه. ما خودمونم دقیقاً تمام تولیدمون بارای عمده‌ای که میزنیم ما از فرمولاسیون استفاده می‌کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه هم هزینه تموم شده میاد پایین، هم کیفیت خروجی میره بالا و شما کنترل داری رو کیفیت. یعنی چی؟ یعنی اگر پشت کارت حباب زد متوجه میشی دقیقاً چه چیزی باید تغییر بدی تا این مشکل برطرف بشه. ولی تو پودر آماده این خبرها نیست، چون شما کنترل رو کیفیت نداری. شما نهایتا یه آب کم و زیاد کنی، اوکی؟ ولی هر فرمولاسیونی هم فرمولاسیون نیست. دقیقاً مثل همون کیکی که مثالشو براتون زدم. یه کیک شما یه نفر درست میکنه، میخورید میبینید چه بافت خوبی داره، چقدر اسفنجه، چقدر خوش
خوشمزه است. یکی که دیگه اصلا میخورید میبینید سفته، اونقدر خوشمزه نیست. دقیقاً فرمولاسیون همینه. فرمولاسیون باعث میشه شما اون ملات نهایی که به دست میاری کیفیتش بالا باشه و این روی خروجی کارتون تاثیر مستقیم میذاره. باعث میشه پشت کارتون دقیقاً مثل همین شیشه یا آینه‌ای بشه. برای همینه که اینقدر از ما سوال میپرسن آقا شما چه فرمولی دارید میزنید که دقیقاً پشت کارتون اینقدر آینه‌ای یه دونه با کاراتون هست. این فرمولاسیون دقیقاً همونیه که ما به هنرجومون پیشنهاد میکنیم و دارن ازش استفاده میکنن. هم هزینه تموم شدهش پایینه، هم کیفیت خروجی کارا بی‌نظیره. حالا شما این نسبت‌های این موادی که میخواید ازشون استفاده کنید باید با ترازو اندازه‌گیری کنید. بعد ترازویی که استفاده میکنید باید یه سری ویژگی‌ها داشته باشه. فرقی نمیکنه چه ترازویی داشته باشه، فقط یه سری ویژگی‌ها باید داشته باشه که خیلی مهمه. یک، باید وزن بین 30 تا 40 کیلوگرم کشش داشته باشه که اندازه‌گیری کنه و دقتش 1 الی 2 گرم حداقل باشه. چرا؟ چون شما توی نسبتاتون از موادی استفاده میکنید که گرم به گرمشون مهمه. از این رو ترازویی که استفاده میکنید ازش باید دقتش 1 تا 2 گرم باشه. حالا شما مواد رو با ترازو اندازه‌گیری کردی، آبا بهش اضافه کردی، میخوای همش بزنی. دقیقاً با چی میخوای هم بزنی؟ به چند روش مختلف و با چند تا ابزار مختلف شما میتونی هم بزنی. شما با قاشق چنگال میتونی هم بزنی، با دریل و همزن هم میتونی هم بزنی. تفاوتش توی چیه؟ توی اینه که شما موقعی که با قاشق چنگال کارو شروع میکنی هم زدن، این مواد به خوبی ترکیب نمیشن و نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه وقتی ملات ریخت داخل قالب خروجید یا پشتش اسفنجیه یا حباب داره یا زود لب‌پر میشه، مقاومت لازمه رو نداره. این میشه نتیجه‌ای که استفاده از قاشق چنگال داره. اوکی؟ شاید برای کار توی خونه اوکی باشه، بخوای یه کاری توی خونه بزنی بذاری گوشه خونه، ولی برای درآمدزایی اوکی نیست. شما برای اینکه بتونی ملاتو به خوبی درست کنی و این موادو به خوبی هم بزنی نیاز به دریل و همزن داری. چرا؟ چون دریل و همزن توان لازمه برای هم زدن این ملاتو داره. نتیجتاً اون ملات نهایی شما یک نواخت و یک دست میشه. موقعی که میریزیدش داخل کار خروجی شما بدون حباب، بدون اسفنجی شدن و از مقاومت لازمه برخورداره. یه سری داخل اینستاگرام هستن میان قاشق چنگال توی ریلزاشون نشون میدن که دارن هم میزنن میریزن رو کار، میگن بیا با یکی دو تا من این کارا استارت. آقا استارت زدن کارا همه میتونن استارت بزنن، شما با قاشق چنگال نمیتونی به درآمد برسی. فرض کن تو سفارش عمده گرفتی، یه نفر اومد 50 تا از یه ست بهت سفارش داد، چه جور میخوای با دست اینا هم بزنی و این 50 تا سفارش به دستش برسونی؟ خب نمیشه این کار انجام داد. قاشق چنگال صرفا شما ازش استفاده کنی، یه کاری رو تولید کنی بذاری گوشه خونه، برای این اوکیه، ولی برای اینکه بخوای بار عمده بزنی و از این کار درآمد داشته باشی نیاز به ابزار حرفه‌ای داری. خب حالا شما با احتساب اینکه ملاتو به خوبی هم زدی، یک ملات یک نواخت و یک دست داری، اون ملاتو باید بریزی داخل یه چیزی که اون شکل نهایی، اون خروجی نهایی که شما می‌خوای بهت بده اسم اون قالبه. ما تو هیته اکسسوری سنگ مصنوعی قالب‌های مختلفی داریم. قالب انواع قالب‌ها داریم دیگه. قالب تلقی هست، قالب سیلیکونی هست، قالب ABS هست، قالب‌های لاستیکی هستن، همه اینا هستن. حالا قالب ABS و لاستیک زیاد استفاده نمیشن تو هیته اکسسوری، بیشتر برای نما داخل و اینا استفاده میشن. اما قالب تلقی و قالب سیلیکونی قالب‌هایی هستن که تو این هیته استفاده میشن. حالا چه ویژگی‌هایی دارن، کدوم بهتره؟ ببینید بچه‌ها، یه دونه قالب سیلیکونی میشه بی زحمت بدید به من. متشکرم. این قالب‌های سیلیکونی ان، این قالب‌های تلقی ان. همینطور که می‌بینید جنس این قالب از پلاستیک. حالا این قالب‌ها هر دو تا یه سری مزایا و معایبی دارن. قالب‌های سیلیکونی مزایایی که داره چیه؟ اینه که اولا کار کردن باهاشون خیلی راحته، انعطاف پذیرن، خروجی خیلی زیادی بهتون میدن. شما میتونید چندین بار ازشون استفاده کنید و خراب نشن، تا 1000 بار میتونید استفاده کنید، به شرطی که هم جنس قالب خوب باشه و هم شما ازش درست استفاده کنید. مورد بعدی که از شما هر طرحی رو به راحتی میتونید با قالب‌های سیلیکونی بزنید، تنوعشون بالاست، ولی خب هزینه‌شون از قالب‌های تلقی بیشتر. قالب‌های تلقی هم به این صورت تعداد خروجی کمتری میدن، حدوداً 50 60 تا خروجی میدن. هر طرحی رو نمیشه باهاشون زد و کار کردن باهاشون هم یه مقدار سخته و برای تولید عمده پیشنهاد نمیشه، به خاطر اینکه ببینید شما فرض کنید مثلا از یه ست بخواید 40 50 تا تولید کنید، تا میاد با این کار اینا تولید کنید خیلی اذیت میشید و سریع این کار از بین میره. الان همین قالب ببینید این تیکش از بین رفته دیگه، قابل استفاده نیست. این قالب بیشتر برای مثلا یه طرحی که اگه توی خونه صرفا بخواید کار هنری انجام بدید، طرحی تولید کنید بذارید گوشه خونتون، برای اونجا استفاده میشه. وگرنه اگر تولید تیراژ بخواید انجام بدید قالب‌های سیلیکونی خیلی بهتره، اما خب هزینه‌شون نسبت به قالب‌های سیلیکونی مقدار پایین‌تر. قالب‌های سیلیکونی تنوع خیلی زیاد دارن. این تنوعی که این قالب‌ها دارن مثل دو روی سکه است، هم خوبه هم از این منظر بده. از چه منظر خوبه؟ از این منظر که دست شما رو تو بازارهای مختلف باز میکنه. خاصی دکوری کار کنی قالبش هست، خاصی سرویس بهداشتی کار کنی قالبش هست، آرایشی خاصی کار کنی قالبش هست. ولی از یه طرف دیگه شما باید بدونی آقا کدوم قالب پرفروشه. قالب پرفروش یعنی چه؟ قالب پرفروش به قالبی میگن که شما خروجی گرفته باشی، تولید کرده باشی، برده باشی، تو بازار گذاشته باشی، مردم دوستش داشته باشن، نسبت به خرید اون میل و رغبت نشون بدن. به این قالب میگن قالب پرفروش. و ما دقیقاً یکی از کارهایی که برای هنرجوم میکنیم اینه که میگیم قالب پرفروش رو بهشون پیشنهاد میکنیم که توی شروع کار اینی نباشه که بخوام برن هزینه کنن، آزمون و خطا کنن رو قالب‌های مختلف و پولشون سوخت بره. نهایتا شما ملاتو میریزید داخل قالب، میذارید خوش بشه، وقتی خوش شد میذاریدش یه جا توی همچین دکوری 2-3 روز بمونه تا قشنگ مغز کار خشک بشه. نهایتا بعد از اینکه کارتون خوش شد میره برای مرحله رنگ‌آمیزی. شما به دو مدل میتونید
میتونید رنگتون رو به کار اضافه کنید، یا رنگا داخل ملات میریزید و میریزید تو قالب که اینا میشه نمونه هاش مدلای ابر و بادی که الان دیگه ترند نیستن، دموده شدن، به اون صورت هم فروش ندارن. الان ترند رنگ روکاره. اصلا رنگ چیه؟ بیا تا بار با هم بررسی کنیم رنگ چیه. رنگ از منظر حلالش به دو دسته تقسیم میشه، یا پای تینره یا پای آبه. برندهای مختلفی هم داره، الوان، ریف، ساندورا، هیراد، اینا همه برندهای مختلفیه که برای رنگ هست. اما ما چه رنگی باید روی این کار بزنیم؟ رنگ اکریلیک پای آب، اون رنگی که شما باید روی این کار بزنید. ولی مهمه که چه رنگی به کار میزنید. چرا؟ چون یه باگ و یه اشتباهی که خیلی از تولید کننده‌ها میکنن چیه؟ اینه که میان سلیقه شخصی خودشون رو با سلیقه بازار قاطی میکنن، فکر میکنن هر چیزی که خوشگله از دید خودشون تو بازار فروش داره، در صورتی که اینطوری نیست. برای همین ما اومدیم به هنرجامون یه کاتالوگ رنگ دادیم که بدونن دقیقاً چه جوری باید رنگای ترند تولید کنن و ازشون استفاده کنن. نهایتاً بعد از اینکه رنگا زدید، روی رنگ بعد لاک بزنید که هم رنگتون تثبیت بشه، هم براق بشه، هم ضد آب بشه. اینم نمونه رنگ خوردشه که نزدیک دوربین میکنم قشنگ ببینیدش. گلجای ایرانه. حالا یه سوالی که پیش میاد اینه آقا من همه این کارا رو تولید کردم، خیلی کیفیتم هم خوبه، چجور بفروشمشون؟ بریم در مورد بازار و سبک فروش براتون توضیح بدم. به لطف تنوع بالایی که قالبات توی این کار دارن، شما میتونید دستی بازارهای مختلفی هم بندازید. مثلا شما میتونید ست سرویس بهداشتی تولید کنید، توی لوازم خونگی‌ها بفروشید. میتونید بانک یا آشپزخونه درست کنید، بانکایی که قند و اینا داخلشون میریزن، اونا رو درست کنید تو جهیزیه فروشی ها، پلاسکویا بفروشید. میتونید ست دکوری درست کنید توی هوم دکورا، توی لوازم خونگی‌ها، توی این جور جاها بفروشید. از اون طرف میتونید ستای آرایشی تولید کنید، به لوازم آرایشی بفروشید. ستای اداری تولید کنید، به لوازم و تحریری‌ها، مدارس، مهد کودک‌ها، این جور جاها بفروشید. حتی شما توی این کار یه زیر سیگاری ساده هم تولید کنید، هم به کافه ها میتونی بفروشی، هم به سوپرمارکتی محلتون میتونی بفروشی، هم به دخانیاتی‌ها میتونی بفروشی. ولی حالا چی میشه که استریا میان میگن آقا بازار خرابه ما فروش نریم؟ به خاطر اینه که همشون رفتن 4 تا قالب تلقیه زدن، هم اردوخوری بدون استثنا رفتن گرفتن، هم دارن یه مدل تولید میکنن، بعدم انتظار دارن که بتونن بفروشن. آقا من خودم به عنوان یه کاسب باشم، یه نفر بیاد اینا به من معرفی کنه، نمیخرم ازش. از طرفی اگه توی بازار اصولی کار کنید، با کاسبا درست کار کنید، قیمت گذاریتون درست باشه، این موارد رو رعایت کنید، مشتری گیر میشید و این تو مناسبت‌ها خیلی به دردتون میخوره. حالا چه مناسبت‌های داخلی، چه مناسبت‌های خارجی، کریسمس، ولنتاین، روز پدر، روز مادر، روز دختر، شب یلدا، مخصوصا عید نوروز. شما فرض بگیر با 10 تا کاسب کار کردی و اون کاسبا بهت اعتماد کردن، دم عید میشه، دم عید تمامی کاسبا بدون استثنا ست هفسی میخوان و هر کدوم اگه انبار بزرگ نداشته باشن حداقل 50 تا 100 تا بهتون سفارش میدن و اون کاسبایی که شما باهاشون توی طول سال رابطه درست ساختید، دم عید تمام بار هفسینتون رو میخرن. ما خودمون پارسال دم 970 میلیون تومان ست هفسین فروختیم به همین کاسب. از طرفی شما میتونید ایده های خلاقانه بدید و بازارهای مختلفا درگیر کنید. مثلا ما خودمون چند سال پیش یه ایده دادیم، اومدیم گلدونه 10 در 10 و 15 در 15 تولید کردیم، حالا عکسش هم میذارم رو تصویر. بعد رفتیم در مغازهای طراحی چاپ و لیزری، از این پلاکای تبلیغاتی گرفتیم، پلاکای طلایی رنگ و مشخصات تبلیغاتی بیزینس‌های دیگه، کسب و کارهای دیگه رو روش نوشتیم و به کسب و کار اومدیم گفتیم آقا شما به جای اینکه بیای آخر سال سر رسید و تقویم مشتریاتون بدی که یه کار تکراریه، بیا مشخصات تبلیغات رو همین پلاک بنویس و اونو بده به مشتریتون. هم کار زیباست، هم جذابه، هم مشخصات شما روی اون طرف میذاره رو میزش و همیشه تو خاطرش میمونه که این هدیه از سمت کسب و کار شما بوده و تو ذهن مشتریتون میمونه. یه مورد دیگه، ما یکی از رفیقامون تو شهرمون یه کافه داره، به ما گفت آقا روی همین گلدون به جای این نوشته‌ای که زدید میتونید یه شعر من دوست دارم اون شعر رو بزنید. ما اون شعر رو براش زدیم، گذاشتیم داخل کافش و انقدر این ایده جذاب بود و این طرح خوشگل بود که 30-40 نفر فقط برای تولد و سالگرد ما سفارش دادن. حالا شما تصورش بکن چقدر گسترده است. یکی آقا تکست نوشته رپی دوست داره، یه نفر برای تولد یکی از رفیقاش میخواد مثلا نوشته بزنه روی، خیلی گسترده است. یعنی تنها مانع و چیزی که باعث میشه شما این بازار رو درست نتونی گستردگیش رو درک کنی محدودیت تصورات خودت. فقط یکی دیگه از ایده هایی که الان خیلی ترند شده چیه؟ میان یه محصولا درست میکنن، مثلا همین محصولا رنگش نمیکنن، محصولا نیمه ساخته درستش میکنن. حالا البته طرح شکل متفاوت داره، 3 تا رنگ میذارن کنارش با یه قلمو، اینا بسته بندی میکنن و میفروشنش. حالا کجاها میفروشنش؟ به اینا میگن اکسپریانس بیس پروداکت، یعنی بیشتر برای کودکانه. دقیقاً بهش میگن اکسپریانس بیس پروداکت، یعنی محصول تجربه محور. محصولا نصفش شما درست میکنی، ما بقیه تجربه تولیدا میدی دست مشتری. مشتریش میشه کی؟ توی مدارس، مهد کودک‌ها، لوازم و تحریری‌ها، همه از این طرح استقبال کردن و فروشش بی‌نظیر بود توی این مدت. اوکی. ما یه مدرسه هم بود، همین دیروز رفتیم 400 تا میکروفون میخواد؟ سفارش گرفتیم. اوکی.
این بازار به اندازه خلاقیت شما گستردگی داره. هر چی خلاقیت بیشتری داشته باشی، گستردگی این بازار رو بیشتر میتونی درکش کنی. حالا یه سوال دیگه که پیش میاد چیه؟ اینه که میگن آقا خب ما بازار رو درک کردیم که کجاست، ما چه جور باید اینا تو این بازار بفروشیم؟ خب الان برای اینکه شما متوجه بحث فروش باشید، اول باید بدونید نقش شما این وسط چیه، چی دارید تولید میکنید، محصولتون رو به اندازه کافی بشناسید، بازار رو به اندازه کافی بشناسید، بعد بیاید محصولتون رو متناسب با بازار باز طراحی کنید تا این محصول فروش پذیر بشه. خیلی ساده میان همین محصولی که تولید کردن برمی‌دارن ببرن بفروشن، در صورتی که هیچ فکری در مقابله در برابر این نمیکنن که آقا اون مشتری، اون کاسبی که میخواد اینو از من بخره، من چه جور میتونم کارش رو راحت تر کنم. شما باید اینا مد نظر بگیری، مسیر مشتری رو مد نظر بگیری. وقتی اینا رو مد نظر بگیری میبینی که فروش این کار از اون چیزی که فکر میکنی خیلی ساده تره. ولی اگه بخوای بر اساس اطلاعات خودت بدون دیتا و همینجوری سرسری بخوای بفروشی، فکر کنی حالا مثلا من یه کار با کیفیت میزنم خودش فروش میره، همچین خبری اصلا نیست. خیلی‌ها هستن دارن کار با کیفیت میزنن ولی نمیفروشن، چون کار با کیفیت بحث تولیده، فروش بحث کسب و کاره. شما باید کسب و کار بلد باشی، باید بدونی که آقا این محصول چه جور فروش پذیر میشه، من چه المانایی باید بهش اضافه کنم. اوکی؟ اصلا یه اشتباهی که خیلی‌ها میکنن چیه؟ اینه که میان توی شروع کار بحث آنلاین رو پیش میگیرن برای شروع کار. میبینید پیج‌های مختلف نمیدونم دکور فلان و مثلا آرتا دکور و یه همچین اسمایی هم روشون میذارن، در صورتی که بهترین مدل درآمدی برای شروع کار آنلاین نیست، مدل بی تو بی. یعنی شما بیا با کاسبای دیگه کار کن، به جای اینکه خودت زمان بذاری بخوای مغازه بزنی، فروشگاه بزنی، محصولت بذار داخل مغازه‌های دیگه، از پاخور اون مغازه، اعتبار اون مغازه استفاده کن، نه پول اجاره قراره بدی نه چیزی، محصولت میذاری داخل اون مغازه، یه نفر دیگه برات میفروشه. من خودم 70% درآمدم دقیقاً از همین مسیره. حالا خیلی‌ها اشتباهی که میکنن اینه که توی شروع کار میان پیج میزنن و میخوان آنلاین بفروشن. آنلاین فروختن بد نیستا، تخصص میخواد، زمان میبره، اتفاقا خیلی خوبه آنلاین فروختن، ولی توی شروع کار بهترین مدل بی تو بی و اینا کسی میتونه بهتون بگه که آلردی خودش فروش داشته باشه. من اگه فروش نداشته باشم توی این زمینه خیلی ساده لوحانه میام بهتون میگم آقا یه پیج بزنید داخلش بفروشید، در صورتی که من میدونم توی شروع کار شما باید مدل بی تو بی کار کنی. اگر میخوای هم سریع به درآمد برسی، هم برای به درآمد رسیدن خیلی زحمت نکشی و خیلی تخصص نیاز نباشه جمع کنی. این مدل بهترین مدل برای درآمدزایی توی این هیت است برای شروع کار. ما اصلا یه کاری که برای هنرجام انجام میدیم اینه که بهشون میگیم آقا شما توی شروع کار باید بی تو بی استارت بزنی، این مدلی استارت بزنی. نمیگیم آنلاین بدا، بی تو بی استارت میزنی، درآمدت استارت بخوره، پول وارد حسابت بشه. تا مادامی که پول وارد حسابت نشه و تو از بیزینس درآمدزایی نکنی، صرفا داری یه کار هنری تولید میکنی، این درآمدزایی نیست. بعد بهشون میگیم آقا حالا شما درآمدت اوکی شد، بیا رو پیجم سرمایه گذاری کن. این میشه بهترین مدل برای استارت کار. اکثر افرادی که تو این زمینه میان آموزش فروش بدن، خودشون فروش ندارن. خب اصلا درکی از این ندارن که آقا این کاری که من تولید کردم دقیقاً باید چه جوری بفروشم. شما برای اینکه بتونی فروش این کارو یاد بدی، خودت باید تو بازار رفته باشی، خودت با کاسب کار کرده باشی، خودت حتی یه سری جاها ضرر داده باشی، از جیبت رفته باشه که متوجه بشی آقا قلق کار، قلق بازار چه جوریه. فقط در این صورت میتونی به یه نفر دیگه بیای تازه آموزش فروششو بدی. اگه خودت یه چیزی بلد نباشی، خودت انجامش نداده باشی، خودت به فروش نرسیده باشی، چه جور میخوای به یکی دیگه یاد بدی؟ دقیقاً سوال من اینه. شاید برای سری سوال پیش بیاد آقا این کار بازارش اشباع نشده. بذارید نه ولی یه چیزی بهتون میگم. اولین بار این کلمه اشباع کجا شنیدیم؟ ما کلاس سوم راهنمایی بودیم، یه سری افرادی به اصطلاح مشاوران تحصیلی می اومدن تو مدرسه ما میگفتن آقا این کار مثلا رشته فنی این شاخش بازارش اشباع شده، واردش نشید. در صورتی که من بعد 4 سال بیزنس تازه فهمیدم آقا اصلا ما چیزی به نام اشباع بازار نداریم. بازار اشباع نمیشه، بازار پخته میشه. یعنی چی؟ یعنی مخاطب، مشتری با بازار شما آشنا میشه. بله شما اگه امروز بخوای بیای طرحایی که میزنی طرحهای 4 سال پیش باشه، مشخصه مشتری نمیخره، چون مشتری پخته شده، درک کرده توی این بازار که کار با کیفیت چیه، کار بی کیفیت چیه. کار بی کیفیت بذاری جلو، چون درک و شعورش بالا رفته، نمیخره. همین کار اگه 4 سال پیش شما تولید میکردید مشتری میخرید، ولی امروز دیگه مشتری نمیخره، بازارش با نمیشه، بازار پخته میشه. یه سوال دیگه که خیلی پرسیده میشه تو دایرکت اینه که میان میپرسن که آقا آیا من میتونم این کارو استارت بزنم؟ آیا من توانایی اینا دارم که این کارو استارت بزنم؟ بچه‌ها برای چی نتونید؟ من اون موقع که خودم این کار استارت زدم از تو پارکینگ خونمون شروع کردم. خدا شاهده نه کوچکترین اطلاعاتی در مورد تولید داشتم، نه کوچکترین اطلاعاتی در مورد فروش داشتم، هیچی نمیدونستم، صفر. تنها چیزی که میدونستم این بود که آقا من دیگه نمیخوام برای یکی دیگه کار کنم، نمیخوام 1 ماه زحمت بکشم، تلاش کنم، ولی اندازه اون چیزی که استحقاقش دارم پول در نیارم. اون موقع که من این کار استارت زدم، اون موقع اوایل کارم درآمدی نداشتم، ولی حداقل همین که میدونستم آقا من اونجا سر کارو دارم میرم، ولی دارم یه گوشه‌ای یه تلاش مضاعفی انجام میدم برای اینکه بتونم درآمد خودمو داشته باشم. حالم خوب بود اون موقع.
اشتباه تولید میکردم، اشتباه بازار میرفتم، خیلی جاها سرم کلا میرفت، ولی اینقدر آزمون رو خطا کردم تا شد. ته ذهنم من داشتم که آقا اون مسیر اون طرفی برای من نیست، من این مسیر رو میخوام برم، ولو اینکه آزمون خطا داشته باشه، ولو اینکه پا خورد داشته باشه، ولو اینکه یه سری شبا اشکم در بیاد. ولی به خودم گفتم آقا من میخوام این کار رو انجام بدم، چون از اون مسیر حالم به هم میخورد. واقعا اشتباه رفتم و شد. و امروزی که شما داری این ویدیو میبینی اصلا شرایط مثل اون موقع نیست. اون موقع من خیلی آزمون رو خطا کردم. امروز هم آموزش‌های مختلف از تولیدش بگیر تا فروشش بگیر، آموزش‌های مختلف از شما دیگه نیازی نیست اون همه آزمون رو خطا کنید و اگه یکم فقط به خودتون زحمت بدید و یه ذره تلاش کنید، ذهنیت غلطو بذارید کنار، همتون توانایی اینا دارید که تو هر کاری، فرقی نمیکنه چه کاری، تو هر کاری که استارت بزنید به درآمد برسید. درآمدزایی اونقدر سخت و پیچیده نیست. شما دارید توی جماعتی زندگی میکنید که هیچکی حواسش نیست، هیچکی تمرکز نداره، همه دارن اسکرول میکنن تو گوشی. کی داره به پول فکر میکنه؟ هیچکی، همه حواسشون پرته. ما داریم تو چنین جماعتی زندگی میکنیم و تو چنین جماعتی موفق شدن خیلی کار ساده ایه. مثل قدیما نیست دیگه که بخواید برید بیل و کلنگ بزنید و کلی زحمت بکشید. امروز موفق شدن از آب خوردن ساده تره. فقط باید ذهنتو درست کنی، نذاری توی این مسیر هی بهت بگه نه تو نمیتونی. اینا همه نجواهای ذهن. اگه شروع کردی به اینا گوش کردن هیچ موقع نمیتونی رشد کنی. به ندای دلت گوش کن، به اون چیزی که تو دلت داره اتفاق میفته، اون صدای ریزی که خیلی ساله بهش گوش ندادی ولی ته دلت میدونی که اون داره درست میگه. به اون گوش کن، پاتا تو هر کاری که بزنی موفق میشی. هر کاری. حتی اگه شما همین الان هیچ دیتایی نداری آقا من چی کار کنم، چه جور باید پیشرفت کنم، میدونم من اینا رو میخوام ولی نمیدونم از کجا باید شروع کنم، آقا راه درسته که میدونی چیه. فردا صبح 1 ساعت زودتر پاشو، مثلا 1 ساعت و نیم تو روز وقت بذار برو باشگاه. آقا منم اون موقع نمیدونم، منم خدا شاهده نمیدونستم مسیر درست چیه، ولی میدونستم باید باشگاه هم برم، میدونستم باید غذا درست بخورم، میدونستم آقا این کار اصولیه. و باور کن از یه جایی که خودت هم خبر نداری کجاست، همه این کارهای خوبت دیده میشه و یه روزی ثمره این کارهای خوب میبینی و اون روز میفهمی که اون کارهایی که کردی لازم بود که به این سطح برسی، لازم بود که از اون جماعت گوشی به دست اسکرول کن جدا بشی، همش لازم بود. بعدم به این نتیجه میرسی. من یه شعری از عطاره خیلی به دلم میشینه، هر موقع میخونمش، میگه که تو پای به ره در نه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید کرد. این شعر تمام اون چیزی که شما در مورد ذهنیت نیاز داری بهت میگه آقا تو شروع کن، به خودت ایمان داشته باش، ادامه بده و نتیجه را بسپار به اون کسی که باید نگران نتیجه باشه. تو نگران نتیجه نباش، تو مسیر درست برو و نتیجه را بسپار. تموم شده رفت. خب تا اینجای کار توی پادکست من اومدم کامل مراحل تولید، ابزار، متریال، نحوه تولید، رنگ زدن، همه اینا رو کامل بهتون گفتم. در مورد بحث فروش و بازارش کامل بهتون توضیح دادم و الان شما حقایق این بازار رو درک میکنید، میدونید دقیقاً این بازار چه جوریه و فقط ازتون میخوام اگر شرایط کار رو دارید این کار رو استارت بزنید. در غیر این صورت وقت و انرژیتون رو میگیره ازتون و درآمدم براتون ایجاد نمیکنه. این از این مورد. یه سوالی که داخل دایرکت خیلی پرسیده بودید این بود که حالا برای اینکه جمع زدم اینم بگم چقدر این کار نیاز به فضا داره. ببینید شما برای شروع یه فضای 2x3 که داشته باشید حدود 6 متر کافیه. من خودم اوایل که استارت زدم توی پارکینگ خونم این کارا استارت زدم، ولی خب بعد که سفارش بگیرید قطعا فضای بزرگتر نیاز دارید. سوال دیگه که داخل دایرکت خیلی پرسیده میشه اینه که ما برای شروع نیاز داریم چقدر زمان روی این کار بزنیم. ببینید بچه‌ها شما با 2 ساعت هم میتونید این کارا شروع کنید به عنوان شغل دومتون، ولی هرچی بیشتر زمان بذارید شما خروجی بهتری میگیرید. این یه چیز خیلی مسلمه و وقتی هم سفارش گرفتید مجبورید که زمان بیشتری بذارید چون تولیدتون میره بالا. یکی دیگه از سوالایی که پرسیده میشه توی دایرکت اینه که آیا شما دوره دارید، آموزش دارید، خودتون این کارو یاد میدید؟ ببینید بچه‌ها ما دوره داریم، دورمون هم 3 تا فصله. فصل اولش بحث ذهنیت، 2-3 ساعت آموزش ذهنیت، سبک زندگی، ذهنیت کاسبی، همه اینا رو اومدم کامل براتون بررسی کردم و دلیل اینکه اصلا فصل اول ذهنیت چیه اینه که شما اگه توی بدو کار ذهنیتتون درست نباشه اصلا مهم نیست که آموزش چیه، اصلا مهم نیست فروش چجوری یاد داده شده، شما به نتیجه نمیرسید چون توی شروع هر کاری باید با ذهنیت درستون کارا شروع کنید. بخش دوم دوره بحث تولیده. ما اومدیم 7-8 ساعت آموزش کارگاهی در مورد بحث تولید بهتون دادیم، 5 تا روش تولید پرفروش بهتون گفتیم. واقعا کیفیت کار شما رو به اوج خودش میرسونه. بحث بعدی دوره که مهمترین بخش دوره است بحث فروشه و 80% تمرکز ما روی بحث فروش بوده، به خاطر اینکه شما حتی اگه بهترین تولید کننده باشی، بهترین کارو با بهترین کیفیت تولید کنی، ولی نتونی اون کارو بفروشی، از اون کار نمیتونی درآمد داشته باشی. برای همین 12-13 ساعت آموزش فروش اومدیم دادیم که
دقیقاً همون روشیه که خودمون داریم باهاش میفروشیم. این دوره جوری ضبط شده که اگه کسی این کارو استارت بزنه 0 توی پایه‌ای ترین مراحل فقط تمرینایی که من توی بحث ذهنیت، تولید و فروش رو گفتم انجام بده، امکان نداره از این کار به درآمد نرسه. دوره ما همینطور نیست که مثلا هر بار بیایم 500 تا هنرجو بگیریم. ما کلا توی ماه یه بار ظرفیت باز می‌کنیم، اون بارم کلا 20 تا 30 نفر ظرفیت می‌گیریم، به خاطر اینکه پشتیبانی هنرجو با خودمه، چه تو بحث تامین متریال، تجهیز کارگاه، کامل پشتیبانیشون با خودم. حالا اگه می‌خوای اطلاعات در مورد دوره بیشتر بشه و با سرفصلاش بیشتر آشنا بشی، کافیه توی دایرکت پیج آوانا عدد 12 بفرستی تا ویدیو پادکست دوره رو برات بفرستم.